سلام دوستان عزیز، با ویدیو امروز خوش آمدید. خدا کنه که جو و سلامت تکلیف تیار باشیم. دوستان عزیز، چالش امروز واقع است خوردن یک تا لیمو در ظرف 60 ثانیه است بدون این کدام عکس العمل. اگر من عکس العمل دادم جا به جا همونجا ویدیو خلاص میشه و من میبازم. ولی ضبط چالش من موفق میشم یا خیر. اگر ما دوستا کدام انده که عکس العمل دادم برنده نیست و بازنده است و همونجا ویدیو خلاص میشه. تلفنم دوستا براتون نشون میدم که انا سعی کنید خودتان شروع میکنم. فقط 60 ثانیه در ظرف 60 ثانیه ببینم موفق میشم یا خیر. لیمو را ببینید براتون نشون میدم که من ترشیزات خورده نمیتونم. اینا هم تو دست میگیرم براتون نشون میدم خب معلوم شود بفهمید. 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحیم. گفته متاسفانه دوستا دست بگیرید موفق شده نتونستم. خیلی سخت بود واقعا. 3-4 پرچهش خوردم، یعنی تقریبا 4 دانش مانده، یعنی بسیار ترش بود، خورده نتونستم. خب خیر دوستان عزیز، در قسمت کامنت ها فکرهای جدیدتان برای ما بگویید که ویدیوی بعدی کدام چالش ها را ما اجرا کنم. دیگه متاسفانه این چالش را موفق شدم ولی دوباره در ویدیوی دیگه امتحان خواهد کردم. حمایت یادتان نره دوستا، اگر چنل رو سابسکرایب نشید سابسکرایب شید و از گلوله فشار بدید و ویدیو را لایک و شیر کنید تا ویدیوهای بعدی. خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ.